به نظرتون چرا نباید هرگز از ارباب خودمون پیشی بگیریم؟ چرا این قانون اینقدر مهمه و اینکه چطور میتونه به ما کمک کنه؟ امروز اینجاییم که به این سوالات پاسخ بدیم. سلام به همه رفقای عزیزم، من مهدی حقیقی هستم و امروز قراره که اولین قانون از کتاب 48 قانون قدرت رو با هم بررسی کنیم. این قانون نه تنها یک نصیحت ساده است، بلکه یک استراتژی قدرتمند برای بقا و پیشرفت در دنیای قدرته. خب تصور کنید که شما در یک شرکتی کار میکنید که مدیر شما فردیه که سالها تجربه داره و رابطه خوبی با مدیران ارشد شرکت داره. حالا شما یه ایده انقلابی دارید که میتونه همه چیز رو تغییر بده. دو تا کار میتونید بکنید، این که مستقیم برید پیش مدیران ارشد و ایدهتون رو مطرح کنید، یا اول با مدیر خودتون صحبت کنید و ایدهتون رو با اون در میون بذارید. شاید فکر کنید که اگه مستقیم برید پیش مدیران ارشد ایدهتون سریعتر اجرایی میشه، اما صبر کنید. یه خطر بزرگ اینجا وجود داره که اگه مدیر شما بفهمه که ازش پیشی گرفتید، چه احساسی پیدا میکنه؟ حس میکنه که بهش خیانت کردید، حس میکنه که شما دارید پشت سرش بازی میکنید و حتی اگه ایدهتون هم موفق بشه، مدیر شما ممکنه راههایی پیدا کنه که شما را زمین بزنه. قدرت همیشه با حسادت و رقابت همراهه. پس چیکار کنیم؟ جواب اینه که مدیر خودمون رو متحد خودمون کنیم. ایدمون رو اول با اون در میون بذاریم و بذاریم احساس کنه که این موفقیت اونم هست. وقتی اون احساس امنیت کنه، نه تنها ازمون حمایت میکنه، بلکه ممکنه حتی ما رو به عنوان شریک خودش ببینه. اینطوری هم ایدمون اجرایی میشه، هم موقعیت خودمون رو حفظ میکنیم. اما یه سوال مهم اینجا به وجود میاد، این که آیا همیشه باید از این قانون پیروی کنیم؟ معلومه که نه. گاهی لازمه که این قانون رو اجرا نکنیم. مثلا اگه مدیر ما به وضوح ناکار آمده و داره شرکت رو به سمت شکست میبره، یا اگر فرصت طلایی پیش بیاد که بتونیم با پیشی گرفتن همه چیز رو نجات بدیم، اون وقت باید ریسک کنیم. ولی یادمون باشه که این کار رو وقتی انجام بدیم که کاملا مطمئن باشیم که مدیرمون ضعیف شده و حمایت کافی رو داریم. پس قدرت مثل شطرنجه، باید هر حرکت رو با دقت برنامه ریزی کنیم و قانون اولین حرکت شما در این بازیه. اگه درست بازی کنید میتونید بدون اینکه کسی رو ناراحت کنید به اوج برسید. قدرت همیشه در ظاهر نیست. گاهی بهترین راه برای پیشرفت اینه که بذاریم بقیه فکر کنن ایده ها از خودشونه. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه دوست دارید بیشتر درباره قوانین قدرت بدونید، حتما کامنت کنید و این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایبمون کنید که موجب حمایت و دلگرمی اون بشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.